سلام علیکم دوستان عزیز، اونهایی که پیوسته شبکه ما رو گوش میکنن تماشا میکنن. ما که در عرفه عید ارتش ملی 21 فوریه قرار داریم، میخوام یک خبری خوش و نیز برای شما هم برسونم به اونهایی که آماده به ادای خدمت حربی هستند. شخصا من زایندین یکی از اختیاران است که خود اختیاری به صف قوای مسلح سفربر شدم. من 1 سال و 4 ماه زیادتر میشد که خدمت رو ادا کردم. یگان شکایت هم ندارم. نگاه همه چی خوب است، خورد و خوراک هم خوب است، نگاه بینم خوب است، تازگی خوب است. خلاصه حتی از زبان بسیاری همسفان خود میگوید که اکثریت اونها میگن که شرایط هایی که ما در خدمت میبینیم در حیاتمون، در زندگیمون، در همه خود اویله هم این گونه شرایط خوب دیدگی نبودن. برای شما مسئله میتونه مخصوصا جوانا، یعنی که با یک دل پر، با یک سری بلند اختیاران ادای خدمت نمایید، چون که خدمت مادر وطن برای همه ما و شما شرف و بزرگی است و در آمد عید ارتش ملی و همه شما سربلندی خانه آبادی تمنا میکنیم. همیشه سالم و قوت و بردم بمانید و برای حفظ وطن مادر آماده باشید.